تا به حال به این سوال فکر کرده اید؟ اگر نمی ترسیدم چه می کردم؟ با پرسیدن چنین سوالی به جوابهای جالبی درباره خود می رسید و به ترسهایی دست می یابید که در اعماق وجود شما ریشه دواندند و گاهی حتی از آنها بیخبرید. در همین لحظه از خود بپرسید اگر نمی ترسیدی چه می کردی؟ و لبخندی که در صورتتان نقش می بندد را حس کنید. برای لحظه ترس را کوچک و خود را بزرگ خواهید دید. ترس از کجا می آید؟ ما از چه چیزی بیشتر می ترسیم؟ به نظر من همه ترس‌های ما به یک نقطه می رسند. ترس از دست دادن. ترس از دست دادن شغل، ترس از تنهایی، ترس از مرگ، ترس از بیماری، ترس از فقر و انواع مختلفی از ترس‌هایی که همکنون در مقابل چشمان شما صف بستند و می‌خواهید انکارشان کنید. گاهی اوقات ترس خوب است. شما را قانونمند می‌کند و در امنیت و سلامت نگه می‌دارد. اما ترس‌هایی که شما را زمینگیر کرده و قدرت تغییر وضعیت را از شما می‌گیرند خوب نیستند. همه ما برای فرار از انواع ترس‌هایی که تجربه می‌کنیم به وضعیت ثابتی می‌چسبیم و می‌خواهیم برای ابد در همان حال بمانیم. در حالی که زندگی چه بخواهیم چه نخواهیم مدام در جریان و در حال تغییر است. برای آن که بتوانیم زندگی کنیم باید بیاموزیم چگونه با تغییر سازگار شویم، رها کنیم و با جریان زندگی حرکت کنیم. در یک شنبه آفتابی در شیکاگو چندین همکلاسی قدیمی که دوستان خوبی در دوران مدرسه بودند برای صرف ناهار دور هم جمع شدند. آنها شب قبل در مراسم تجدید دیدار دوستان دوران دبیرستانشان شرکت کرده بودند. هدف از این دوره همی با خبر شدن از احوال یکدیگر بود. پس از کمی شوخی و یک وعده غذای خوب، آنها در جریان یک گفتگوی جالب قرار گرفتند. آنجلا که یکی از محبوب ترین افراد کلاس بود گفت: زندگی مطمئناً متفاوت تر از آن چیزی است که در دوران مدرسه تصور می کردم. خیلی چیزها تغییر کرده است. ناتان تکرار کرد: مطمئناً همینطور است. همه می دانستند که او به تجارت خانوادگیش روی آورده است. تجارتی که تقریباً یک روند کاری یکسان را تاکنون داشته است و تا جایی که یادشان می آمد بخش مهمی از جامعه شهری بود. بنابراین وقتی او به نظر نگران آمد همه تعجب کردند. ناتان پرسید: دقت کرده اید که وقتی شرایط تغییر می کند چطور در برابر تغییر کردن مقاومت می کنیم؟ کارلوس گفت: من حدس می زنم که ما در برابر تغییر مقاومت می کنیم چون از تغییر می ترسیم. جسیکا گفت: کارلوس، تو کاپیتان تیم فوتبال مدرسه بودی. به خاطر ندارم که هرگز چیزی درباره ترس از تو شنیده باشم. همه خندیدند. در همان حال که متوجه شدند اگرچه هر کدام به جهات مختلفی رفتند، از کار کردن در خانه گرفته تا مدیریت شرکت‌ها، اما احساسات مشابهی را تجربه کردند. همه در تلاش بودند تا با تغییرات غیرمنتظره‌ای که طی سالهای اخیر برایشان اتفاق افتاده بود کنار بیایند و اکثر آنها اعتراف کردند که روش مناسبی برای مدیریت جریان تغییرات نمی‌دانند. سپس مایکل گفت: من قبلا از تغییر می‌ترسیدم. وقتی یک تغییر بزرگ در تجارتمان ایجاد شد نمی‌دانستیم چه باید بکنیم. بنابراین نتوانستیم خود را با آن وقف دهیم و تقریباً فرصت را از دست دادیم. وی ادامه داد: تا اینکه یک داستان کوچک خنده‌دار شنیدم که همه چیز را تغییر داد. ناتان پرسید: چطور؟ خب داستان نوع نگاه من به تغییر را عوض کرد. از دست دادن چیزی برای به دست آوردن چیزی دیگر. و این داستان به من نشان داد که چگونه این کار را انجام دهم. پس از آن همه چیز به سرعت بهبود یافت. چه در محل کار و چه در زندگی شخصی من. در ابتدا من از سادگی آشکار ماجرا دلخور شدم. زیرا به نظر می رسید چیزی است که احتمالاً در مدرسه برای ما تعریف کرده باشند. سپس فهمیدم که واقعاً از خودم ناراحتم که حقایق واضح را نمی بینم و وقتی تغییر روی می دهد کاری که باید انجام شود را انجام نمی دهم.
وقتی فهمیدم که 4 شخصیت داستان نمایانگر بخش‌های مختلف وجود خودم هستند، تصمیم گرفتم که می‌خواهم مثل کدام یک از شخصیت‌های داستان رفتار و تغییر کنم. بعداً من داستان را برای برخی از کارکنان شرکتمان بازگو کردم و آنها هم داستان را برای دیگران بازگو کردند. و به زودی تجارت ما خیلی بهتر شد، چون بیشترمان برای بهتر تغییر کردن سازگار شدیم. و مانند من خیلی گفتن زندگی شخصیشان هم بهتر شده است. با وجود این چند نفر بودند که اذعان داشتند که دانستن این داستان برایشان بیفایده بوده است. آنها یا نکته های داستان را می دانستند و همکنون در زندگیشان از آن نکته ها استفاده می کردند. یا اینکه طبق معمول فکر می کردند که از قبل همه چیز را می دانند و نمی خواهند مطلب تازه یاد بگیرند. آنها نمی توانستند ببینند که چرا دیگران از این داستان بهره مند شدند. وقتی یکی از مدیران ارشد ما که با مشکل سازگاری روبرو بود گفت که این داستان اتلاف وقت است، کارکنان دیگر او را مسخره کردند و گفتند که آنها می دانند که وی کدام شخصیت در داستان است. یعنی شخصی که چیز جدیدی یاد نگرفته و تغییر نکرده است. اسم داستان چیه؟ آنجلا پرسید. چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟ همه خندیدند. کارلوس گفت فکر می کنم از همین حالا داستان رو دوست دارم. آیا برای ما تعریفش می کنی؟ شاید بتوانم از آن چیزی یاد بگیرم. مایکل پاسخ داد مطمئناً خوشحال خواهم شد. تعریف کردنش طولی نمی کشد. سپس شروع به گفتن قصه کرد.